مهمترین روز زندگی من آقای سعد روز 26 مرداد سال 1383 این روزی که من اخراج شدم از مدرسه. چقدر جالب که بدون اینکه تاریخ یادتون مونده نشونده واقعا اصلا روز تولدمه، یعنی جشن میگیرمش برای اینکه من از اونجا به دنیا اومدم. ببینید ما عمر میکنیم ولی زندگی کردن یه جایی که تو با اشتیاقی با آرزویی تو دنیا قدم بزنی. از اون روز آغاز شد و خیلی هم تلخ بود. من اون روز خب پدر من یادم خیلی فرهنگیه، مادرم هم همینطور معلم بازنشسته است. ما خانواده براشون سخت بود این که هر روز می اومدن مدرسه، ولی روز 26 مرداد که فرآیند اخراج من طی میشد پدرمو خواستن و مدیرمون شروع کرد موردهای انضباطی رو از بالا خوندن، همه کاری که کرده بودن و الان البته بابتشون شرمنده‌ام و پدر من گریه کرد توی دفتر مدیر و من برای اولین بار بود که اشک پدرمو میدیدم اونجا. احساس کردم بابام ریخت، غرورش، احساس کردم این مرد حتی یه بارم به من افتخار نکرده، حتی یه بار سرشو نگرفته بالا بگیم پسر منه. یعنی من تو زنگ ورزش هم یه شوت خوب نزده بودم که بگن این میدونی اونجا داشتم تو دروازه رو پاره می‌کردم. ولی خلاصه پدرم گریه کرد و فرآیند اخراج طی شد، پرونده رو بهش دادن و ما رفتیم بیرون. یه آقایی تو مدرسه ما کار میکرد، وقتی میرفتیم بیرون داد زد گفت حاج آقا بگم این بچه تو هیچی نمیشه. این هنوز تو گوش من پژواک داره و بابام فقط منو گرفت و من داشتم نگاش میکردم که چقدر بابام پیر شده و من تمام مدت ندیدمش. من الان واقعا به شدت از تاثیر قرار گرفتم، یعنی اینجا موبتم سیخ شده. شما مو هم زیاد دارین. آره میدونم که چه لحظه عجیبی خیلی سخت بود تو این 30 سال زندگی، شاید سخت‌ترین لحظه. این از اون لحظات تاثیرگذاری که آدم میتونه یا بیفته این ور و تمام یا بیفته اون ور و یه مسیر دیگه به زنگاه‌های زندگی. دقیقاً، یا به عقده تبدیلش کنه این جمله رو یا به انرژی برای اینکه تغییرش بده. این خیلی جمله مهمی بود که مشکلات، مسائل، مصائب میتونه یا به عقده و یه مسیر اشتباه تبدیل بشه یا به قدرت و یک انرژی برای حرکت بشه. خب بگین داستان از دفتر اومدیم بیرون، پدرم رفت سر کارش و من از مدرسه تا خونه تمام راهو گریه کردم و به این فکر می‌کردم که خونه ما به خبر خوب احتیاج داره و من درست درس خوندن دوست ندارم و هنوزم زیاد علاقه‌مند نیستم، ولی من میتونم به اون ساختار رسمی شد. من عاشق کتابم ولی حالا توضیح میدم که چرا با جریان رسمی دانش که میشه مدرسه که میشه دانشگاه من خیلی مخالفم. و داستان اینه که رسیدم خونه و گفتم این خونه به خبر خوب احتیاج داره، من میتونم این خبر رو تولید کنم. یه دیوار بود پر از پوستر فوتبالیست‌های مختلف، همشو پاره کردم، یه کاغذ چسبوندم، نوشتم من یک دیوارم. دیوار آهنگ گوش نمیده، دیوار بیرون نمیره، شب دیر نمیاد خونه، فوتبال نمیبینه، دیوار فقط دیواره. و به خودم گفتم 1 سال میجنگم برای اینکه این خبر رو تولید کنم. 1 سال ریشمو نزدم، خودمو با کمربند میبستم به صندلی. یعنی واقعا با کمربند؟ واقعا برای اینکه و از 2 ساعت با همه این کمربند و این تمهیدات به 2 ساعت میرسید. خودم کمربند رو باز میکنه بالا میشه. خب نه دیگه، ولی وقتی میخوای پاشی مثلا یه لگد به خواهرت بزنی این دیگه عامل بازدارنده است. و بعد تازه یادت میاد که توی من یه رویایی دارم باید بشینم، من یک دیوارم. آفرین. بعد و خب خدا کمک کرد و نتیجه خوب شد. من تا 17 ساعت و 10 دقیقه بعدش رکورد مطالعه‌ام بود در 1 روز. ببین میخوام چی بگم، مگه میشه 17 ساعت و 10 آره دیگه موقع ببین من حتی کنار 17 ساعت و 10 دقیقه پیوسته در 1 روز، نه بینش 5 دقیقه 10 دقیقه خالی. مثلا من حتی کنار شیر دستشویی فرمولای فیزیک چسبونده بودم که اون چند دقیقه که اونجا من یه چیزی بخونم. برای همین فیزیک بابام خیلی خوب شد. اونام فیزیکشون خوب شد همه. نه یعنی اونا باورشون میشد؟ نه اول دوستا همه مسخره میکردن یا میگفتن نشدنیه، ولی من میگم آدم وقتی یه دلیل پیدا کنه برای یه کاری حتی اگه اون کار دوست نداره، یعنی یه معنایی پیدا کنه برای اون تلاش، احتمالاً میتونه خیلی پرقدرت شروع کنه و پیش بره. دکتر فکر کنم تمام انرژی که قبلا توی این کانال بود حالا آوردی همه رو انداختی تو این یکی کانال. دقیقاً درسته، دقیقاً هم. چون یه معنایی اون روز پیدا کرده بود. خونه ما به خبر خوب احتیاج داره، همین. نه علاقه به شیمی و فیزیک و اینکه برام مهم باشه شریف برم، فقط اون لحظه‌ای که اون عدد رو میذارم روی میز و به پدر مادرم میگم خیلی ممنون به خاطر همه عمری که پای من صرف کردن. رتبتون چند شد؟ 48. 48 کنکور ریاضی. بله. کسی که تا سال سوم 15 بوده معدل با نمره انضباطی 12. دقیقاً.